حضرتی عمران ابن حسین به واصل داشتن بسیار اذیت میداد. بسیار اذیت میداد و طبابتش کی بود در همون وقتا. خودش جای نازک است، با اونجا کی زیر کردن یک عذاب. مقصد بیچاره صبر میکردین، به همین عذاب، به همین درد صبر میکردین. هر روز یک فرشته فرامده زیارت میکرده است حضرت عمران ابن حسین را. این در کرامات اولیا است. و نؤمنو بکرامات الاولیا. امام طحاوی عقیده امام اعظم و شاگردانشان قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن را رحمت الله علیهم را نقل کرده، گفتند که ما اعتقاد اهل سنت و الجماعت، اعتقاد حنفی ها و غیر حنفی های نسکی، ما به کرامات اولیای امام میبریم. الله تعالی اولیای خود را، دوستان خودش را گاه اکرام میکنه با همین خیلی چیزای غیر عادی. از جمله عمران ابن حسین وقتی که بیماری داشتن، عذاب میکشیدند و با کی تبابت نکرده صبر میکردن، یک فرشته فرامده هر روز زیارت کرده میرفت است. فرشته از آسمان فرامده عمران ابن حسین را زیارت کرده میرفت است به آسمان. تصور کنید که یک پاشا شما هر روز آمده دستاتون رو بوسه کرده زیارت کرده. مثلا اون فرشته از آسمان فرامده زیارت کرده میرفت است. بعد وقتی که عذاب زور شد و دیگه طاقت نکردن، کی کردن. وقتی که تبابت کی را استفاده کردن، دیگه فرشته نآمده است. دیگه فرشته نآمده است. بعد 2 سال 3 سال با گشته بیماریشون اوج گرفته است، با بیماری خروج کرده است. بعد دیگر تا آخری عمرم میگن دیگه کی نکردم، با فرشته فرامده زیارت میکرد. و اولیاها خیلی که ما اولیای الله هستم، این میشد و همیشه، تو خودش نمیگود. اولیا پنهان میکند کراماتشه، لیکن در آخری حیاتشون به یک نفر گفتیم، همچون منبابی بزرگی دین رو برای فهماندن. و اما بنعمت ربک فحدث. الله تعالی مود که نعمتهای پروردگارت را سخن کن، باکی ندارد. یعنی گاه ها منبابی خود تعریفی نیو، میگوید که من فلان فلان کارها رو کردم، یا از الله تعالی فلان فلان چیزا رو پرسیدم، الله تعالی برای من وفا کرد. یعنی من ضرر ندیدم، طبق شریعت عمل کردم، برکه یافتم. گفته مثلا میگوید گاه ها نیکی های الله تعالی رو به یگان نزدیکانتون میگوید، اون احترامی که الله تعالی شما رو کرد در طول حیاتون دیگران نمیدانست، گاه ها به یک آدم میگوید که درس شود و همین نزدیکی من، همین فرزندی من، همین شاگردی منم در همین دین استوار ماند. گفته میگوید نه از برای خود تعریفی ما اولیای الله هستیم، ما این هستیم. و هیچگاه اولیای الله تعالی خودش تعریف نمیکند. لیکن این حضرت عمران برای همین یک آدمی نزدیکشان گفتن، برای همین این گپ امروز به ما رسیده اومد و الا همراهشان به قبر میرفت. وقتی که کی نکردن، ببینید حتی در دنیا فرشته فرامده زیارت میکرد.